درود به دوستان عزیزی که در این صبح بر وقت بازم ما را همراهی میکنن. شعله گلخوجه هستم که در روبروی شما قرار دارم. ساعت به وقت پراگ 7:03 است و در این هوای ابری که قریب است باران بارد، اما امیدواریم که در 5 دقیقه دیگر به هر حال تر نمیشویم. من برای شما خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را میرسانم و باوری دارم که در این مدت ما را حتما همراهی خواهید کرد. امروز اولین بازی نیم فینالی جام جهانی فوتبال بین فرانسه و بلژیم در شهر سنت پترزبورگ روسیه دایر می شود. فرانسه که قهرمان جام جهانی سال 1998 می باشد تلاش دارد که این مقام را بار دیگر به دست بیارد. دسته بلژیم یکی از نیرومندترین دسته‌های جام جهانی روسیه به شما رفته. تا آزمایی امروز 5 پیروزی به دست آورده، 14 دفعه توپ را به هدف رسانده است. فردا 11 ایول بازی نیم فینالی دوم در میان انگلیس و خرواتیا دایر می شود. دسته هایی که در بازی نیم فینالی مغلوب می شوند 14 ایول برای جای سوم روبرو خواهند آمد و بازی فینالی بالاخره 15 ایول در شهر مسکو برگزار خواهد شد و ما میبینیم که کدام تیم قهرمانی جام جهانی فوتبال 2018 را به دست میآورد. و ما میگذاریم بعد دوشنبه که در اونجا یک کارمند اداره بورس بوجینت‌های متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان مورد لاتو کوب قرار گرفته است. مسئولین بیمارخانه معروف به قریه بالا به رادیو آزادی تصدیق کردند که این کارمند میلیسا در این بیمارخانه بستری می باشد. طبیبان این بیمارخانه وضع سلامتی او را میانه ارزیابی میکنند. حادثه تخمینا روزی که شب 8 به 9 ایول سر زده است. فعلا دقیق نیست که این کارمند وزارت کارهای داخلی از جانب کی لاتو کوب شده است، اما برخی از خبرها از دست داشتن دلاور گلوف پسر گلشیر علی سابق وزیر صنعت در این قضیه را خبر دادند. خود گلشیر علی در این باره نخواست به رادیو آزادی صحبت کند. در ضمن دلاور گلوف مرد نیز بعد یک زن و زنی گروهی 5 روز حبس ماموری شده بود و بعد از این بعد بیرون شدن از حبس ماموری برای سیاه کردن شیشه ماشینش او را جریمه بسته بوده. خب و رو میاریم به کابل که دیروز در یک سفر غیر منتظره به شهر کابل کاتب دولتی آمریکا مایک پومپئو از طالبان صلح به دست دعوت کرد که با حکومت افغانستان سر میز مذاکرات نشینند. سفر پومپئو به افغانستان با عملیات بر ضد دهشت افکنان دولت اسلامی در ولایت شرقی افغانستان ننگهار همزمان آمده است. پومپئو گفت که استراتژی آمریکا با طالبان واضح ثابت میکند که آنها نباید منتظر بیرون شدن نیروهای آمریکا از افغانستان باشند. به قول پومپئو صلح باید میان حکومت افغانستان و طالبان این کشور بسته شود. آمریکایی ها از بیرون این نیزا را نمیتوانند حل و فصل نمایند. بازم برمیگردیم به تاجیکستان که در اینجا دادگاه شهر دوشنبه یک گروه از جوانان را که بهار امسال با زنی و خرابکاری ساکنان گوشه از پایتخت را ترسانیده بودند به زندان محکوم کرده است. گروه 16 نفری که کلانسالترینشان 22 ساله است روز 28 مارس امسال در محله گپرزیم با همدیگر مناقشه کرده و بعداً شیشه های چند ماشین سر راه را شکسته بودند. در حکم دادگاه نویای سینو که 8 ایول به دست رادیو آزادی رسید، اکثر این جوانان به اوباشی گناهکار دانسته شدند و 3 نفری آنها را به 5 سال زندان و سپری کردن این مهلت در کلونی‌های اصلاحی دارای نظامشان پرزور محکوم کردند. بقیه این گروه ظاهراً 2 سالی عمر خود را برای مناقشه در پایتخت تاجیکستان در زندان سپری خواهند کرد. مقامات انتظامی همه این جوانان را چند روز بعد از مناقشه دستگیر کردند و محاکمه آنها روز 28 ایون خاتمه یافته است. در دادگاه نویای سینو بر رادیو آزادی گفتند که حکم دادگاه حالا قوه قانونی نگرفته است، چون وکیلان دفاع متهمان به جنایت از حکم دادگاه نویایی به زینه بالایی شکایت بردند. و شروع از امروز راهگیری نقلیات جمعیتی در ولایت سوخت قیمت می شود. بنا به گفته مسئولان نرخ راهگیری در نقلیات داخل شهری و مرکزی نویه ها از 20 تا 30% بالا می رود. برای مثال راهگیری خوجند که تا امروز 1 سومانی بود تا 1 سومانی و 30 درم بلند شد و باز هم به گفته مسئولان باری آخر راهگیری در تاجیکستان سال 2011 بلند گرده بود و این هم در حالی است که در این مدت خدمات مختلف همچنین قرب اسعار خارجی و نرخ سوزواری به مراتب بالا رفته است. فرضاً اگر سال 2011 نرخ 1 لیتر گاز مایع حدود 2 سومانی بود، حالا زیر 5 سومانی است. بالاروی راهگیری نقلیات مسافربر روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گرمی را بین کاربران برانگیخته است. برخی اگر بالاروی قیمت راهگیری در نقلیات مسافربر جمعیت را یک امر طبیعی می‌دانند، اما برخی دیگر مخالف این تصمیم هستند و میگویند که گران شدن راهگیری با بودجه به این هم ناقص طبقه کمبودجات جامعه، بیکاران، دانشجویان و دیگر نفران تاثیر خود را خواهد رساند. این هم در حالی است که بیننده از این طور هم شما شاهد هستید چند روز اخیر در تاجیکستان نرخ گاز مایع به سابقه بالا رفت و باعث ناراحتی مردم شده بود که آنها گفتند که چون سالهای پیشتر بازم میدونند که بالاروی نرخ مواد سوخت به اقتصاد آنها ضربه میزند
و باعث بالا رفتن دیگر نرخ و نما از جمله نرخ خوراکواری در بازارها خواهد شد، چون بیشتر صاحبکاران هم میگویند که نرخ خوراکواری با مواد سوخت خیلی وابستگی زیاد دارد. اگر نرخ مواد سوخت بلند شود آنها مجبور میشوند که نرخ مواد خوراکواری را نیز بلند کنند. البته بیننده عزیز، این تنها چندی از خبر و گزارش‌های ما هست. گزارش‌های مهم دیگر ما هم هست که در سایت www.azadi.org شما میتوانید آن را پیدا کنید و ما بجز این کانال مخصوص خود را داریم که آنجا حالا شما ما را تماشا دارید، آزادی ویدیو که در یوتیوب است. و من همه اون دوستانی را که حالا در پخش مستقیم ما را همراهی میکنند و بیشتری آنها به ما درود میفرستند و طور میدونید من در پخش مستقیم نمیتونم برای شما پاسخ بگم، اما از اینجا برای شما اظهار منتداری میکنم که همه روز خبر و گزارش‌های ما را پیگیری میکنید، بی تفاوت نیستید، نظرهای خود را مینویسید. البته من یک خواهش دارم از شما که بگذار این نظرهای شما نظرهای منصفانه باشد، بدون دشنام و بدون الفاظ قبیح، و هر خواهش و درخواستی و هر سوالی که شما دارید ما حتما آن را به نوبت میگیریم و کوشش میکنیم در برنامه‌های بعدی و اینکه در صحبت‌های بعدی به این سوال‌های شما حتما پاسخ بگیم. شعله گل خوجا بودم، طول چند دقیقه در خدمت شما و همه شما عزیزان را همگی بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخط خبرهای مهم رادیو آزادی منتظرم. فراموش نکنید اگر با رادیو آزادی باشید حتما از تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان جهان آگاه خواهید بود. من شما را منتظر میمانم.